دوستان اومدیم با اولین چالش با شما همراه باشیم. خب اینجا انار داریم، پفک داریم، چیپس داریم، پاستیل هم داریم. قراره مامانم روی یکیشون نمک بریزه، روی یکیشون هم فلفل. بعدش بریم برای چالش. مامان بیا. قراره که بخوری اینا رو آره؟ قرارش اینطوریه؟ یا تا دلت میخواد بریم. تو چیپست نمک شکن پاستیلت ریختم فلفلم روی انار خوبه. آره کوکو چیکو هم اینه که رو هر کنم از اینا برم من بدبخت باید بخورم. نمیریم؟ نرو نرو. خب اوکی بریم بعدی بریم کدوم انتخاب. اوه چیپس برو نمک چیپس برو چیپس. شور بود. خب بعدی مثل که داره میرسم. اوه رفت سمت پاستیل. این سری رفتن سمت پاستیل. قلبم داره بود. نرو. روش کلی نمکه وای خب با کلی نمک قرار پاستیل رو بخوره. ای شوره نه؟ بالا نیاری. خب پفک مونده نمیان که ما الان 5 دقیقه است وایستادیم که یک کدومشون بره سمت این پفکه. برو تو بیا برو من بذار هولش بده. مامانه تو چیکار داری؟ برو پفک رو انتخاب کن. چرا؟ پفک فلفلش زیاد. ببین چی کار کردن سوختش. اینا که هرچی نمکی و فلفلی بود ترکیبای سمی و منطق معلومی بود دادم به خوردمون. ولی شما با فالو کردن کامنت گذاشتن انرژی بدین تا چالش‌های بعدی هم بزنید. گود بای.